امنیت ایران الان، کنسولگری ایران الان، رهبر ایران الان، سپاه ایران چی میخواد از من بگم معذرت میخوام؟ آقا من معذرت میخوام، بگم ببخشید چشم، چون اینجا اگر من نگم چشم، نگم ببخشید، دارم آزادی رو از یک مملکت میگیرم. من بگم چی؟ هر چی بگید من میگم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه من دنبال اینم که این وضعیت برای مردم تموم شه. این همه مردم از کنسرت امیر تتلو نباید آقا محروم بشن. منتها به من اجازه بدن که من برنامه‌مو اجرا کنم، منو نندازن 10 سال زندان. این همه اومدم گفتم چشم فلان، آقا تو هر چی بخوای من انجام میدم، ولی بذار من برنامه‌مو انجام بدم، به خاطر خودت، به خاطر کشورت، به خاطر درآمدزایی خودت، به خاطر پولی که خودت میتونی از فوتبال و بسکتبال در بیاری و آدم پر انرژی هایپر اکتیو معروف محبوب نداری که بره برای اینا تبلیغات بکنه. در نتیجه کنسرت ها همه پوشالی، مردم همه حوصله سر رفته، موسیقی ها همه فالش، شعرها همه بی‌معنی، استودیوها همه بیکار، تنظیم کننده ها همه راننده تاکسی. این چه وضعیتی آخه؟ تو نگاه کن، وقتی یک نفری هست که میتونه کمک بکنه، چرا نمیذارید کمک بکنه و اون یک نفر حاضر هر کاری شما بگید بکنه؟